نامم صبر قل. پدرم نامشون شریف مراد. ما دهقان بودیم. پدرم دهقان بودن. من همین زمین ها با تماکو میکاشتم. بیشتر تماکو وای بود. من اینجا من این اطراف ها با یگان باغ یگان چی نبود. ما فقط به همین چی گویم همین مهنت قطعی همین جای آباد کردیم. همین بودر باغ شدگی. خیلی همین خیلی با 11 فرزند بودیم و 11 پسر. پدرم حال زنده هستند، در حیات هستند. 94 ساله. 11 پسر من همین خیلی کلام کردم. ما یگان کاری بدی نکردیم، دزدی نکردیم، یگان چیکار فقط همین زندگی. خیلی من اویلدار شدم. پسری کلانی هم در خدمت محمد رسول. دویمش عبدالرازق. این هم محمد رازق برای که کسلی شد نامش دیگر کردیم. و من سمدار بودم، پولدار بودم. وقتی که پول علی شد من 2 میلیون سومون 2 میلیون روبله کالخوز به برده علیش کرده یگان تین نگرفتم. وقتی که عبدالرازق شد راستی گپ سالا دیدید که چی خیلی بود. پول نیافتیم که ما تبابت کنیم عبدالرازق. خیلی همین خیلی کلام شد. با بالنسه چرخ زنونده. عبدالرازق ویتامین های هر خیلت و گرفته خریده خونم مردی کاری کرده کلام کردیم. یا وقت خیلی عبدالرازق سنفای همین نهم بودگیش با سالی 2017 2018 2019 از همین سرکار عبدالرازق از مایدگیش سرودخوانی بود. تا مکتب میرفت. در همین وقتای چهاربینی سرودخوانی میکرد. وقتای مثال 1 ینوار 7 نوامبر همیشه همین خیلی در مکتب فعالیت داشت. بعد از این عبدالرازق همون برادرزادیم در شهر مسکو میخونه. نامش مبارک شو. در اینستاگرام پرتوف. بعد از اینکه عبدالرازق در اینستاگرام پرتوف شنبه کوفته آمدن من ندادم راستی. بعد از این و کلینیکای شهر خوجان با نام حاضر همه کلینیکای شهر خوجان نام همه وقت با یادم برآمد لقمان حکیم. با نام لقمان حکیم با من زنگ زدن گفتن عبدالرازق برید تشخیص میکنیم که چه خیلی یگان سلامتیش چه خیلی است. من گرفته عبدالرازق به شهر خوجان بردم. کلینیک تشخیص کردن. گفتند که عبدالرازق یگان کسلی نداره. ما فقط برای همین قدش دراز شدنش از دولت‌های خارجه میفهمیم کنی همکاری میکنیم کنی همین قدش دراز میشود یا نه. با نام دلیر یک وراج که تو با عبدالرازق گفت بسیار آدم نغز است. گفت برای قطع بهروز مون همکاری کند. من جغزده برده همونجا با وای کردم شلوز کردم. بعد از این بهروز به شهر پنجکین اومد. تا چایخونه زرافشان ما شیشتیم. من گفتم بهروز جان عبدالرازق میبریم. گفتم این عبدالرازق بردم به یگان چی شرطنامه میکنی. گفتم که بردم به عبدالرازق من حاضر تا ویا برآمدگی گفتم یوتیوب برآمدگی بود اینستاگرام برآمدگی بود. یک تا سوال دادم. گفتم همین 1 میلیون پراسموتر چند سامان میشود. $200 گفت 1 میلیون پراسموتر $200 میشود. گفتم برادر اگر این خیلی باشد شرطنامه ما همین که 50% تو گرفتم 50% با ما ده. گفت که اکا من با پول در کار نی. گفت من یک بای بچه هم گفت من هم پرست اینه یک دستگیری میکنم. گرفتند خیر رفتند. من هم خیلی 1 سال فعالیت کردم. خیر عبدالرازق همین کدومش سلفی کند یک 500 سم 1000 سم تیاد با ما میفرستوندند. راستی گپ دیگه
که این پلی یوتیوب یگون چی ندیدیم. با برامدن در رسانه ها گفتند که عبدالرازق مهمانخانه خارجی می سازد، علاقه ساخته استاده است. گپای دروغ گفتم. امسال اومدگی بود من گفتم بهروز جان چی بگفتم تو همین گپای دروغ در و عبدالرازق این خیلی فرمودی که گپ دروغ گفت که مهمانخانه نصفش ساختم و نصف دیگرش موند. برای چی همه خیلی گفتم گفت که اکا گفت از شهر نمیخریدم اتیامتا گفت این خونه تا مهمانخانه کن. من گفتم این شرایط این خیلی مهمانخانگی ندارد، اینجا با آب آورده نمیشود. مهمانخانه باید حموم داشتنش در کار، انا توالت داشتنش در کار، آب قطعی باشد که از خارجه بیاید اگر در اینجا خوب رو خیزد. گفتم بر رفتن خیلی عربستان رفتن اومدن بر من 90,000 سوم پول دادم. بهروز داد 90,000 سوم گفت اکا گفت زمین خر خونه ساز گفت. انا هر رفتم یک سوتق زمین 4,000 دلار شهر با. عبدالرازق جان گفتم من هر روز زنگ میزند پدر زمین خ گرفتید، این زنک عرب مهمون شده به خانه ما میبیاید. من گفتم با کدوم پول گیرم؟ یک سوتق زمین 4,000 دلار. من چخیل زمین گیرم افتم. با همین خیل دیگرش نمیدونم راستیگم اینا همونجا به همین بینشون چی شده است اینا من نمیفهمم. اینا عبدالرازق پرسیدن در کار، از خود بهروز پرسیدن در کار. عبدالرازق چقدر مال ملک دارد؟ این خیلی کردگی. عبدالرازق یگان چی ندارد برادر. عبدالرازق مال ملک خودش در اینستاگرام برآمده گفت اکا گفت شما این قبودید این قشورید اینی که من همو افتان موندم. 3 سال پیش اکای بهروز کی میشناخت؟ 3 سال پیش اکای بهروز چیکار میکردن؟ برای چی من ای خودی یک قشلق رفته آوردن؟ برای کی پولشون میدونن که ای ما پول کار میکنن، میدونستن که ای ما میخرن. هزار رحمت کلام برای آواره دستگیری کردنتون. نه که شما وقتی که من آواره بدین انا هنقه بدین. حاضر ای پشت من چیزی من خوردن حق من خوردن انا هنقه شده رفتین. ما چی؟ ما موندم. ماشیناتون علی شد. ای پشت من رستوران شده. دیگه کارو کنیم. پدر و مادر ما در دور یک قشلاق زندگی کردسته. با کدومش دوشنبه 1,000,000 روبل برای خازبیک داد، 1,000,000 برای بای عبدالرازق داد. من پرسیدم بهروزه گفتم بهروز میگه گفتم همون شما این خازبیک من در یوتیوب دیدم گفتم که همون سرپرستش برده دستش داد وای برای پدرش ماشین خرید. گفتم چی خرید؟ این عبدالرازق کنی گفت که من در سیف محکم کردم. گفت یک روز برگردونده گفت به صاحبش میدم. مردم نمیفهمند برای آن که گویا عبدالرازق استادش را فروخته باشه. عبدالرازق میگوید برآمده که وای برادر میگوید رحمت به شما، من میگوید یگان کسی نفروختگم، شما میگوید صاحب ماشین های ناز شدید، میگوید صاحب رستوران شدید، من همو افتان موندم. عبدالرازق گپ زدگیش همین. به خدا قسم که بجز همون 90,000 خیلی یک سوم نیم سوم همون که یگان کس میتیادش هوای دیگرش ندیدیم. راستی گپ دیگه مناسبتشون ناز بود. عبدالرازق همه چیز فهمیده میستاد. مثال ویا چیکار کرستادین چیکار نکرستادین. آخر با عبدالرازق گفت که دادا گفت من برای پول مال نی من همین نومم برومد بس گفت استادگی بود. آخر با در عربستان رفته همین کار همین خیلی شد. سببش در چی میبینید؟ سبب سرد شدنی یک بارا مناسبت باران و عبدالرازق؟ سببش اکنون همون سبب دروغگویی ویا. اگر دروغگویی نمیکردن مثال اگر 1,000 دلار میگرفت است میگفت است عبدالرازق میپرسید است که اکا این چند سوم میشود؟ وای میگفت است 1,000 سوم میشود یا 700 سوم میشود. همین خیلی میگفتیم. آخر عبدالرازق میفهمد که وای 1,000 دلار یا 1,500 دلار چند پول میشدگی چه میفهمد. از همون سبب عبدالرازق
دلخنک شدم. عبدالرازق وقتی که با می بیاد و در دوشنبه مکتب خونده است با می بیاد اینها همه خیل کردند که اقلا هر وقت میگم پسرم اما برون لگو که یک تا سپراوکه گیرد اول رفته از مکتب از همون کلیج بعد دولت‌های خارجه ببرد. من همین دفعه اجازه نداده بودم که عبدالرازق مکتب تخون گفتم در خارجه چی کار میکنی؟ چی فایده؟ یکم پول کار نکنید برای چی میره به خارجه؟ نمونده بودم اینا بردن نمیخیل. شما فکر نمیکنید میگه یگان کس عبدالرازق استفاده کرده aynı hol istifoda کرده است و اغوا انداخته است شما درباره این نه یگان نفر نیست که عبدالرازق اغوا انداخته. این مثلا اگر که با عهده ما می بود ما می آوردم با همون برون قطعی با قطعی همون برون کار میکردند فقط مصلحت میکردیم این کارو نمیکردند. این برون خودش اول یکمین شده در رسانه ها عبدالرازق مرا فروخت گفته. اول مرا کدهولی وای نرفته بود که عبدالرازق من کیدت کرد گفته وای با پراف پیشی. حالا عبدالرازق قطعی وای مثال جنگ و جنجال یا این خیلی نبوده پیش چی یوتیوب خوندم ما که گفته است که عبدالرازق من کیدت کرد در بولوش نوشته است. با جواب داده است که البته که ما جدا نشدگیم ما یک جاییم خداشون کردن. من این نمیفهمم راست. صحبت شما عبدالرازق درباره حادثه‌ای که اخیراً شده گذشت چه خیلی بود؟ گفته میتونه؟ عبدالرازق گفت که پدرم من فریب دادند گفت. من گفتم بچم کی که من عربا جواب نداده استادن گفت. من گفتم کی که بیای من میرم من فریبش با کار ندارم من با سوم در کار نیم سوم با نام ندیدم گفتم من با سوم در کار نیم من شما یک چی یک معامله نسختی گفتم باز یک جا میکنم عبدالرازق. ممکن اگر این رنگ یگان صحنه‌چه می یگان سپکتاتل می به فکر شما ساخته اصلا نمیدونم. عموما میگن چورنی پیار گفتگی گپ است. برای وای کردن ممکن دوست باشن ممکن دوست باشند و همه خیلی باشند ممکن. یکی با من باشد با من میبرم همون قطع بهروز با یک دیگرش یک جا در آخر مراجعت شما و بیننده ها و برام چی است؟ شما چی گفتن میخواهید؟ من همچون پدر گفتنی هستم که میخوایم رحمت به بران برای دستگیریش رحمت کلان لیکن بین ملت ها با این یک عیب این کارهای میکردگیشون یک عیب است. این گناهگار خدا میدونه خداوند خودش میدوند کی گناهگار کی بیگناه خودش میدوند. مراجعت من همین با بلاگ را بر ژورنالیست ها بر رسانه ها که دیگر من سرم گرنگ نکنند. خلاصه آخر همین که ما اگر عبدالرازق بیاید با بران با یک جا میشینیم با یک معامله میکنیم. راستی گپ عیب است ده عیب